این زاویه پاس داخل پا روی تیر دورتر، حالا این کار انجام بده، به دهانه دروازه هم فرستاد و ضربه سر استقلالی از بالای دروازه بیرون رفت. خیلی خوب فرستاد مهدی پور. ملاحظه می‌فرمایید این ضربه سری که از بالای دروازه به بیرون رفت که مستقیم داشت میرفت وارد در دهانه دروازه بود و سهرابیان به این شکل ضربه سرش رو زد و به بیرون رفت. کنت خیلی خارجی خوبی نداره فولاد در این فصل، بجز از کردم همین کنت که یکی از بهترین های فولاد در یکی دو فصل گذشته بوده. درگیری انصاری و چشمی منجر به خطای ساسان انصاری و روی گوز به چشمی. آبشک قصد ورود به زمین رو داره تا جنگندگی و تجربه هر دو همزمان در میانه میدان برای یک من که در چپ تیر باشه حتما میخواد در مقابل سرنشین امتیاز کسب کنه.